یعنی ازدواج‌های با کیفیت فاصلش هم با کیفیت. به جان خودم خانم از لس آنجلس استوری گذاشته عزیزم اینجا تعطیلات خیلی خوش میگذره، فقط جای تو خالیه، حیف. بعد شوهرش رو ترک کرد. بعد شوهر اسپانیا استوری گذاشته عزیزم اینجا همه چی خوبه جز دوری تو. هفته دیگه تو سوئیس همو میبینیم که تعطیلات بریم بالی. یعنی خدا وکیلی من این دوتا استوری رو دیدم 4 بار دمای بدنم کم و زیاد شد، بس که از این کشور به او کشور رفتن. بعد اینجا زن بدبختش سالی یه بار بره بی حکیمه، اونم با کاروان نفری 350,000 تومان به صرف دمپخت. تازه دمپختش هم زنش میپسه که هزینهش بیا پایین، تا یه سال سرکوفتش میزنه. چی واسط کم گذاشت عوضی؟ کی بود بردت بی حکیمه؟ بی حکیمه بزنه چی؟ واقعا لایق بی حکیمه نبوده اینجوری.